پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و مغولستان در قصر ملت با اشتراک و در حضور سران دولت‌ها مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ به اصرارات مشترک جمهوری تاجیکستان و مغولستان اومید بر رشد من بعد تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همکاری گوناگون جنبه امضا گذاشتند. همچنین 10 سند نو همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم اومید به همکاری میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی مغولستان. یادداشت تفاهم میان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان و وزارت انرژتیک مغولستان اومید به همکاری. یادداشت تفاهم میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقه‌واری، کشاورزی و صنعت سبک مغولستان اومید به همکاری در ساحه کشاورزی. یادداشت تفاهم میان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ، ورزش، سیاحی و جوانان مغولستان اومید به همکاری در ساحه سیاحی. یادداشت تفاهم میان اگنتی انوواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت رشد رقمی، انوواسیون و علاقه مغولستان در ساحه رقمی کنانی. یادداشت تفاهم در سمت پیشگیری و برطرف کردن حالت‌های فوق‌العاده میان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی اومید به حالت‌های فوق‌العاده مغولستان. یادداشت تفاهم اومید به همکاری علمی و تکنولوژی‌ها میان اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمیای علم‌های مغولستان. یادداشت تفاهم میان جمعیت سهامی شده مرکزهای تصدیق کننده، خدمت‌رسانی‌های دولتی و تهیه برنامه‌های رقمی و کارخانه دولتی اکادمیا مغولستان. یادداشت تفاهم میان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و انستیتوت ملی تحقیقات امنیتی مغولستان و یادداشت تفاهمی همکاری میان مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و آثارخانه ملی مغولستان.